ساکنان روستای امگکچیلی ناحیه نورین قرغیزستان عرق و ویسکی و دیگر انواع شراب را محو کردند. این مردم میخواهند از همین راه پیش فروش نوشاکی‌های سپرتیرو در مغازه‌های دهه و اطراف بگیرند. مردم دهه پول این مشروبات را داده و برای محو کردن به اینجا آوردند. ساکنان به مغازه آمدند و ما یک جایه مبلغ مشروبات را حساب کردیم. در مجموع 200,000 سوم میشد. من با آنها گفتم که 160,000 سوم را بدهید و باقی مانده را من خودم به شما برای نابود کردن میسپارم. در آینده من کوشش میکنم که مشروبات اسپریتی را نفروشم. با باور ساکنان ده نوشاکی‌های سپرتی سببگار مصیبت بلا و بدبختی‌ها در ناحیه و ده می شود. به ویژه مادران قرغیز طرفدار محو عرق و می بودند. آنها میگویند با عیب مشروبات خانواده‌ها از هم جدا میشوند. арақнӯшӣ хеле бад аст. зарари он на танҳо ба фарзандони ман, балки ба дигар оилаҳо низ расидааст. ҳамаи мо аз ташаббускорон ва муллоҳои деҳ миннат дорем, ки фурӯши арақро манъ мекунанд. تشبسکاری این اقدام رهبری سازمان ҷавонони деҳа میگوید بیشتری ساکنان از اقدام آنها پشتیبانی میکنند و حتی مبلغ هم جمع میآورند. ما 3 ماه پیش کارهای ترغیباتی را در این زمینه با همه جوانان و بزرگسالان شروع نمودیم. در قرآن هم آمده است که این حرام است. مردم دیو به هر واسطه همراهی خود را نشان دادند. بعضی 100 سوم، بعضی ها گوسفند دادند. ما با یکدلی هدفمان را عملی میکنیم. جانبک صوفیف میگوید بعضی از مردم مخالف محو مشروبات هستند، زیرا این راه جلوگیری از استعمال شراب نیست. من چنین اقدام را خوش ندارم، زیرا به هر حال صاحبکاران برای مال خود مبلغ دادند. از نگاه من باید پیش از همه مفکوره را تغییر داد. یعنی اگر شخص خودش میل نداشته باشد، حتی اگر مغازه پر از می و عرق است، هرگز نمیخرد. در گذشته همین گونه در دهه جپلک ولایت اوش ساکنان همه مشروبات اسپریتی را خریده با بولدوزر نابود کردند. هفته پیش امامهای ولایت بادکن تمام مغازه ها را دور زدند و دعوت کردند که از فروش مشروبات اسپریتی دست بکشند. بعد از این مفتی قرغیزستان مقصد حاجی تاختاموشف اظهار داشت که مفتیات از راه زوری منع کردن فروش مشروبات اسپریتی را پشتیبانی نمی کند.